سلام علیکم. خوبی؟ سلامت در خدمتتون هستیم. گوشی خیلی کیفیتش خوب بود، سی فیلم برداری، یک گوشی نفر نار. سی فیلم برداری؟ کیفیتش خوب. چقدر تر هزینه کنی؟ یعنی پیش با قصیش کنی. ماه 10 میتیم بید. ماه 10 میلیون؟ چه شرایطی؟ مثلا الان ترم 6 افغان پرداخت باشین؟ شکل داری؟ نه همین سنه. همینطور؟ سوقی یه ذره شرایطی سخت داره، یکم سود خور مشکل ناره؟ نه مشکلی نه، آدم مجبوری. خصوصی دونه هونه عادتا یه ذره فقیره سینو داریم تلاش که سینو عادتون مشکل ناره. اما احترام به یه دوتا گوشی داره و نه خب من داریم ولی فعلا ناره. سی فیلم برداری فعلا ناره. سی فیلم برداری فعلا ناره؟ یه دوتا گوشی دارم سی فیلم برداری عالیه. نه گوشی دری و علی اینو من میتونی خواهم. یه خواستم یه معرفی کنم بعد ولی این علی یه نه دو تاش کیفیتشون خوبه ولی خیلی بهتره. چون میتونی علی خواهم به علی با تو الان نوری هزینه کنیم ما هم یه ذره ریسک سیم خطرناکه یه قیمتش دو برابر یه نه الان اومدی ما یه مثل این علیه که ادامش خدمت چند هزار روپیه خدم روستا ما رو بدلی خوب بدلش بده مشکل ده که میشه راست کن یه نیترم 7 ماه زمان سید مشکل دار دمینه پسندی بازش کنم؟ دمینه مثل نیه گوشیه که دام شد بازش کنم سید بازش کنم سید شما دست نکنه بچه هست از ایدی؟ بچه هست شما علیه زن هست سرسر بودوش چه نیاش که؟ چه هست بزنم باردش هم الان تیتون انتخاب کنیم یعنی گذاشتم و هر موقع خودخواستی تغییرش میده آقای خدمت شما یه مال اقساط مایانشه اینه امضا کن بیرسم خیلی داره ما هر ماه بیا همین رو پرداخت کن تا ما جلوش دیک بزنم همین و ما سر شناختی که بهتون داریم گوشی داختی که هر ماه بیا پرداخت کنیم همین انتخاب کردیم؟ خیلی مواظب باشید خدمت شما یه ماهیانه پرداخت انجام کنید کارتون گوشینم با ضمانتنامه‌اش به عنوان گرو با ضمانتی بردارمش داره الان صحبت مبارکتون بود الان شارژر این ندام خدمته یا به عنوان گرو تیمای منه تا هر موقع که چه پرداختی بعد یه کارتون شده یه هم از کل شارژر اصلی خدمت شما این هم سیمش یه هم
هم محافظ داره هم دست خواهش هر موقع ما به پرداختش کو بره بعد پرداخت اقساط هم کارتون اعلام خدمت باشه ما در خیلی خوشحالم. خداحافظ.